سلام دوستای عزیز، امروز یک دانه کباب داشی جور میکنم. یک کمک گشنیز تازه را همراه نوش پیاز ما خرد کردم. نیم کیلو گوشت مرغ و نیم کیلو گوشت گوساله را یک جای کردم. گشنیزا را میپرتین، سیر میکوبین، همراه تخم گشنیز یک کمک پاپریکا اضافه میکنین. ما تقریبا یک قاشق غذاخوری اضافه کردم، بخاطر که رنگ کباب بسیار خوب میکنه. یک قاشق هم زردچوبه اضافه میکنین. 2 قاشق آرد، فرق نمیکنه هر آرد که باشه. کل مواد که انداختین و نمک هم به قدر ضرورت خوب کل مواد مخلوط بکنین تا چسبندگی شد از زیر دستان احساس کنین. یک 20 دقیقه در یخچال میمانین، البته در فریزر نه، در بالای یخچال که خود کل مواد بگیره. ما چون سیخ زخیم نداشتم 2 دانه سیخ یک جای کردم. اگر سیخای خرد دارین یک جایش کنین، زرورق در رویش بپیچانین و کبابا را هم قسمی که میبینین در ویدیو امی رقم جور کنین. وقت پختش تقریبا 25 الی 30 دقیقه را بر میگیره. داش بالا را روشن کنین. البته از ما داش بالایم گریل است، ولی در داش گریل هم اگر ندارین میتونین به بسیار راحتی این کباب جور بکنین. وقتی که یک طرفش یک ذره خود پخته کرد، سخت کرد، یک کمک روغن همراه یک کمک ساس مرچ یک جای میکنین و در روی کبابا چرب میکنین. یک 10 دقیقه دیگه میمانین. ما یک کمک برنج هم کاتش جور کرده بودم و یک کمک سالاد ترکی هم جور کرده بودم. دیگه امیدوار هستم که آدانه کباب خوشتون آمده باشه یا کباب کوبیده. حتما جور کنین، خوشتون میایه. تشکر.